می شود. Mumphy is an elephant, perfect little gentleman, always minds his manners every day. Wicked witch up in the sky, she has got her evil eye, taking Mumphy's manners all away. Mumphy, you are an elephant who's bound to go far down in Pine Tree Forest. A star you are, Mumphy, 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 Mumphy. You'll be happy ever after. You'll see a scarecrow will look after you and me. Mumphy, 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 Mumphy. قصه امروز مامفی و دریانورد جادو شده. من همیشه از دیدن دایی ساموئل خوشحال میشم. برای اینکه اون تو رو لوس میکنه. گمون نکنم اون منو دوست داشته باشه. یادت میاد اولین باری که اونو دیدم بهم گفت که خیلی لاغرم؟ مثل اینکه صدای حرف زدنش میاد. شاید مهمون داشته باشه. بهتر از پنجره نگاهی بکنیم. هیچ کس اونجا نیست به جز دایی ساموئل. داره با خودش حرف میزنه. اون همیشه این کارو میکنه. هیچ سر در نمیارم چرا این دگمه های لعنتی بعد از این که دوخته میشن ای کنده میشن. نمیدونم، شاید اگه بچسبونمشون بیشتر بمونن. بفرمایین بفرمایین، در کابین بازه. سلام دایی ساموئل، شما چی کار دارین میکنین؟ ها شما دوتایین امروز دیگه چی میخواین؟ میبینین که مشغول خیاطی کردن هستم و اگه ازم میخواین که باهاتون به ماهیگیری بیام باید بگم نمیتونم. وای خدای بزرگ، سوزن رفت تو دستم. نه ما نمیخوایم بریم ماهیگیری، میخوایم بدونیم آیا شما سیب اضافی دارین یا نه. مادر مامفی میخواد مربای سیب درست کنه. شما کمی زود اومدین چون سیبای من هنوز نرسیده. وای چه بد شد. ولی کمی پایین تر از اینجا یه خونه خالی هست. بچه ها سیباش رسیده. دیوز لیپو که بلدی درست نرسیده به اونجاست. خدا جون چقدر سیب اینجاست. چه کار خوبی کردیم سبدمونو با خودمون آوردیم. بهتره کمتر حرف بزنیم و بیشتر سیب برداریم. هی تو هم صدای اون زنگو شنیدی؟ گمون کنم از اون خونه قدیمی میاد. راست میگی، از اونجاست. شاید اون خونه خالی نباشه. پس بهتره ما بریم و بپرسیم میتونیم سیب بکنیم یا نه. وای وای دیگه چیه؟ یا عقابه؟ وای وای سلام سلام. اون عقاب نیست مامفی. باید بگم اینطور که از صداش معلومه اون یه توتیه. ولی اون این طرفا چیکار میکنه؟ من در روز پرنده های زیادی میبینم ولی نه از این نوع. بیا بهتره بریم توی خونه و ببینیم چه خبره. اونقدر قدیمه که فکر نمی‌کنم کسی توش زندگی کنه. وای کسی اینجا نیست؟ وای وای با اینجا زندگی میکنم. وای خدا جون تو اینجا چی کار میکنی؟ گفتم که من اینجا زندگی میکنم. اون دیگه چیه؟ من که کر شدم دیگه چیزی نمیشنوم. یه نفر لطفا با من حرف بزنه. تو خوب میشه مامفی، زیاد طول نمیکشه. حالا میتونی صدای منو بشنوی؟ آره ولی فقط یه کمی. خدای من اون که از کنار پنجره رد شد کی بود؟ صبر کن بذار من یه نگاهی بکنم. اون کجا رفت؟ مرده کی بود؟ خنده داره، اون شبیه یه ملوان بود. هر کی بود حتما خیلی عجله داشت چون ازش اثری باقی نیست. ولی آدمایی که یهو غیب نمیشن حتما همین دور و برا باید باشه. وای وای سلام سلام به شما دو نفر. واسه اینکه عجله دارید نه بهتره من دوباره زنگ رو بزنم. نه خواهش میکنم دیگه این کارو نکن. مگه نمیخوای دوباره اونو ببینی؟ ها؟ کیو ببینی؟ همون بلواره رو دیگه، همون بلواره رو دیگه. بیا بهتر دیگه وقتمون رو اینجا تلف نکنیم. اون حتما یه جایی قایم شده. درسته
اونو بیارم اینجا، اونو برمیگردونم براتون. خوب گوش کنین چی میگم. شماها به اندازه کافی اون زنگو زدین. من دیگه از شنیدن صدای اون زنگ خسته شدم. چرا با این کار مزاحم من میشین؟ دیگه از پیدا شدن و گم شدن اینجا و اونجا و از این که هی خودمو قایم کنم خسته شدم. شما چی میخواین؟ والا قضیه اینه قربان که ما، یعنی من و دوستم مترسک میخوایم بپرسیم میتونیم چند تا سیب از اینجا ببریم؟ او راستی اسم من منفیه. بله هر چقدر که بخواین. خیلی متشکرم. حالا گوش کنین بچه ها، دیگه اون زنگو نزدین. نه قربان نمیزنیم، ولی ممکنه یه سوال بکنم؟ سوال بی سوال، بهتره تا اجازه داریم بریم و سیبامونو برداریم بریم. قبل از اینکه از اینجا غیب بشین ممکنه بگین چرا شما با صدای زنگ ظاهر میشین؟ اون زنگ مال کشتی من بود. هر وقت اون زنگ زده میشه من باید ظاهر بشم. در حقیقت من یه آدم بدبختی هستم. پس اگه اون زنگ دیگه زده نشه شما در آرامش هستین؟ ولی آخه کی میتونه جلوی زده شدن اون زنگو بگیره منفی؟ اوه مترسک جون، من این کارو میکنم، ولی قبل از هر چیز میخوام که دریانورد بهم بگه که به سر اون چی اومده. خیلی ساده است، الان بهت میگم. اگه اون زنگ دیگه زده نشه من یه دریانورد خوشبخت خواهم بود. حالا گوش کنین به من. منفی و تو مترسک و تو توتی، دیگه این زنگو به صدا در نیارید. این یه دستوره. صبر کن، نرو، من یه فکر خوب دارم. اون مترسک جلوشو بگیر. نمیتونم آخه اون رفت. دیگه باش چی کار داری؟ به توتی بگو زنگ بزنی. نمیتونم توتی رو ببینم. اون آشش. ببخشید ممکنه لطفا اون زنگ بزنی؟ نه هرگز. بعد اون دفعه به درد سر افتادم. بهتره خودت این دفعه این کارو بکنی، چون من نمیتونم این کارو برای شما بکنم. گمون کنم ناچارم این کارو خودم بکنم، ولی اگم بازم عصبانی بشه چی میشه؟ یالا زنگو بزن. پس اون دستوری که بهتون دادم چی شد؟ والا میدونین قربان، یکی از اون فکرهای خوبم به مغزم رسیده. من میخوام بهتون کمک کنم. هرگز کسی تا به حال به من کمک نکرده، بنابراین تو چرا باید بکنی؟ خواهش میکنم به حرفام گوش کنین. اگه ما اون زنگو زیر خاک پنهان کنیم فایده ای داره؟ بله، ولی باید بعد از اینکه هوا کاملا تاریک شد این کار انجام بشه. میدونی اگه اون زنگ دیگه زده نشه من همیشه راحت خواهم شد. خب پس ما اون زنگو دفن میکنیم. منفی به نظر تو کجا باشه خوبه؟ چه سوالی؟ کجا بهتر از باغ دایی ساموئل من؟ شما دوتا چقدر خوب این گودالو کردید. پس زنگ کجاست؟ کمک کن تو اون از موتورسیکلت در بیارم مترسم. شما چی میخواین؟ اوه چنین تو. از شنیدن صدای زنگ این دفعه خوشحالم. حالا بهتره بندازینش درست ته اون گودال. بچه ها روشو بپوشونید. انجام شد دریانورد. متشکرم. این کمترین کاری بود که ما میتونستیم برای یک رفیق همکار قدیمی بکنیم. دریانورد؟ اون کجا رفت؟ خداحافظ دوست قدیمی، امیدوارم شاد باشی. بیاید بچه ها، بهتر وسایل رو جمع کنیم. مترسک جون، اینم یکی دیگه از فکرهای خوب و مؤثر من بود. آره حق باته منفی. منم یه فکر خوب دارم. چطور شما دوتا بیاید توی کابین من و 2 فنجون شیر کاکائو بخورید؟
are an elephant who's bound to go far down in Pine Tree Forest. The star you are, Mumpy, 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 Mumpy. You'll be happy ever after. You'll see the scarecrow will look at. هوا که کم کم